باورتون نمیشه اگه بگم تو همین تهران یه زن و شوهر نقشه قتل همسایه خودشونو کشیدن. اگه دوست دارین بدونین که قضیه از چه قرار بوده، حتما این ویدیو رو تا آخرش ببینید. سلام، من سینسیتکم. خوش اومدید به اپیزود دیگه از داستان یک جنایت. همونجور که اول این ویدیو گفتم، توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ پرونده‌ای که یه زن و شوهر تصمیم گرفتن نقشه قتل همسایه خودشون که یه راننده بوده رو بکشن. اما فکر میکنید چرا؟ حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. داستان قتل همسایه. آخرای سال 1399 یه شب که پلیسای شهرستان بهارستان یعنی غرب استان تهران مشغول گشت‌زنی بودن، با یه ماشین مشکوک مواجه میشن. یه پراید نقره‌ای که به طرز مشکوکی دراش باز و کنار یکی از جاده‌های فرعی پارک شده. وقتی پلیسا به سمت ماشین میرن، متوجه یه مرد جوان روی صندلی عقب ماشین میشن که مشغول بیرون ریختن وسایل ماشینه. اما یه مرد هم بی حرکت روی صندلی راننده نشسته بود، در حالی که اون مرد جوان ادعا میکرد راننده دوستشو سکته کرده. اما رد چاقو روی گردن راننده حاکی از به قتل رسیدن اون بود. مرد 34 ساله به اسم محسن دستگیر شد و جنازه راننده هم برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. محسن وقتی جلوی بازپرس جنایی نشست، به قتل اعتراف کرد و گفت کریم همون راننده‌ای که کشتم همسایه ما بود، مسافرکش بود. اوایل همسرم وقتی میخواست جایی بره براش آژانس میگرفتم، ولی بعد با خودم فکر کردم چه کاریه، به آقا کریم میگم تا هر جا خواستش برسونتش. حدود یه ماه بود که به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم. ساکت بود، حرف نمیزد، بعضی وقتا یهویی میزد زیر گریه. امروز صبح وقتی ازش خواستم قضیه رو برام تعریف کنه که چی شده، یهو رفتارش عوض شد. لیلا همسرم بهم گفت کریم بهش تعرض کرده. وقتی اینو شنیدم دنیا رو سرم خراب شد. میخواستم ادبش بکنم، برای همین به بهونه این که ما رو برسونه سمت قائمیه سوار ماشینش شدیم. وسطای راه به بهونه دستشویی ازش خواستم یه گوشه وایسه. وقتی که وایساد، همسرم که صندلی عقب نشسته بود یه تیکه طناب با خودش آورده بود، اونو انداخت دور گردن کریم و خفش کرد. منم همون موقع چند تا ضربه چاقو به گردنش زدم. وقتی مامورای گشت اومدن، همسرم ترسید و فرار کرد. با اعترافای محسن، مامورا راهی خونش شدن و همسرشو دستگیر کردن. این زن جوون اول خودشو بیگناه نشون میداد، اما وقتی با دلایل پلیس روبرو شد به قتل اعتراف کرد. اما با تحقیقات پلیس متوجه شدن که قضیه تعرض ساختگی بوده و با این ادعا قصد داشته خودشو بیگناه و همسرشو ترغیب به کشتن کریم بکنه. محسن و لیلا صحنه قتل مرد راننده رو بازسازی کردن. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. اما توی گزارش پزشکی قانونی علت مرگ کریم خفگی اعلام شد. وقتی این پرونده به دادگاه رفت، پسرای مقتول برای هر دو نفر درخواست قصاص کردند، اما آخر این پرونده فقط یه نفر به اعدام محکوم میشه. به نظر شما کدومه؟ لیلا اولین قاتلی بود که توی جایگاه قرار گرفت و با رد اتهاماش گفت وقتی همسرم متوجه ماجرا شد ازش خواستم طلاقم بده، اما قبول نکرد. ازم خواستش که سراغ کریم بریم. نمیدونستم میخواد اونو بکشه. به من گفته بود میخواد فقط تنبیهش بکنه. سوار ماشینش که شدیم، توی یه محله خلوتی از کریم خواستش که یه گوشه وایسه. بعد به من اشاره کرد که طنابو دور گردنش بندازم. منم این کارو کردم. بعد شوهرم با چاقو افتاد به جونش و چند تا ضربه بهش زد. من طنابو ول کردم و از ماشین رفتم بیرون. اما چند لحظه بعد برگشتم دیدم که همسرم روی صندلی عقب ماشین رو داره طنابو میکشه.
مطمئنم که محسن باعث قتل کریم شده. وقتی طنابو انداختی دور گردن راننده هیچ مقاومتی نکرد؟ چرا؟ اول طنابو گرفت، اما شوهرم دستاشو گرفت تا خیلی مقاومت نکنه. اما توی همین لحظه یکی از فرزندای مقتول به دفاعیات لیلا اعتراض کرد. اون مدعی شد وقتی که جنازه پدرش پیدا شد از شدت مقاومتی که برای نجات جونش کرده بود فرمون ماشین کج شده. چرا میگید همسرتون باعث قتل کریم شده؟ وقتی از ماشین پیاده شدم دست راست کریم رو دیدم که تکون میخورد. اگه مرده بود که تکون نمیخورد. چند وقته که با کریم در ارتباط بودین؟ فکر میکنم حدود 6 ماه. آره. همسرتون مدعی شدن که شما گفتید کریم بهتون تعرض کرده. این حرف رو قبول میکنید؟ بله. 8 بار به من تعرض کرد. اطراف خونمون یه منطقه خلوتی بود که منو اونجا میبرد و بهم تعرض میکرد. توی تحقیقات مقدماتی شما اعتراف کردید که شما کریمو کشتید. بله درسته. همسرم ازم خواسته بودش که قتل رو گردن بگیرم. بعد از صحبت‌های لیلا نوبت به وکیلش رسید که مدعی شده بود وقتی لیلا دستگیر شده دور گردنش کبود بود و این نشون از اینه که همسرش قصد داشته اول از همه اونو خفه بکنه. اما با گریه‌های 2 فرزندشون پشیمون شد و بعد سراغ کریم رفته. از طرفی هم وکیل لیلا مدعی شد با توجه به گزارش پزشکی قانونی که مبنی بر خفه شدن کریم داره موکلش با اون جثه کوچیکش نمیتونسته کریمو بکشه. بعد از دفاعیات لیلا نوبت به شوهرش رسید که از خودش دفاع بکنه. اما محسن مدام اشک میریخت و علت بدبختیشو همسرش میدونست. محسن توی دفاعیات خودش گفت همه چیز از روز حادثه شروع شد. ساعت 8 صبح بود. وقتی از خواب بیدار شدم همسرم رو دیدم که داره پیامک بازی میکنه. ازش پرسیدم داری به کی پیام میدی؟ گفت به خواهرم. منم که سواد ندارم نمیتونستم پیامکاشو بخونم. از خونه وقتی بیرون رفتم یه صدایی همش تو ذهنم بود که میگفت ماجرای این پیامک‌ها رو پیگیری کن. عصری که به خونه اومدم به خواهر زنم زنگ زدم، اما اون قضیه پیامک‌ها رو منکر شد و گفتش اصلا 2 روز از خواهرش خبری نداره. اونجا بود که فهمیدم لیلا داره به من خیانت میکنه. ازش خواستم واقعیت رو به هم بگه که ادعا کرد کریم بهش تعرض کرده. از لیلا خواستم که دست بچه‌ها رو بگیر و برن سوپرمارکت سر کوچه. بعد یه طناب به چارچوب در بستم تا خودکشی بکنم. اما لیلا زود برگشت و نجاتم داد. تحمل این بی‌آبرویی رو نداشتم. دفعه دوم 2 طناب بستم تا لیلا هم ازش خواستم با هم دیگه خودکشی بکنیم. اما لحظه‌های آخر دلم نیومد بکشمش، باعث مرگش بشم. لیلا گفت بیا کریمو خفه بکنیم. به خاطر حرف لیلا من وسوسه شدم و این نقشه رو اجرا کردیم. باور کنید که من دوست دارم هرچی زودتر اعدام بشم. حتی حاضرم برای اجرای حکم اعدام خونمم به خانواده مقتول بدم. به خدای احد و واحد حاضرم خودم با دستای خودم تنام دارو بندازم گردنم، جلوی جوخه آتیش وایسم برای اینکه سیمین به آرامش برسه. اما اگه دنبال واقعیت اینه که لیلا با طناب کریمو خفه کرد. من اصلا نقشی تو اون ماجرا نداشتم. حتی من به طناب دستم نزدم. اما وقتی مامورا رو دیدم که دارن میان طناب از گردنش باز کردم و بیرون انداختم تا این وقت شک نکنن به چیزی. کی به راننده چاقو زد؟ من زدم. وقتی لیلا طناب انداخت گردن کریم اون شروع کرد به معذرت خواهی کردن. اینجا بود که شک کردم نکنه لیلا داره راست میگه. سر همینم وسوسه شدم و با چاقو اونو زدم. چرا وقتی مامورا اومدن داشتی وسایل داخل ماشین رو پرت میکردی بیرون؟ میخواستم صحنه سازی کنم که کریم برای سرقت از ماشینش کشته شده. حالا بعد از محسن نوبت به وکیلش رسید. وکیل محسن با اشاره به اعترافای اولیه لیلا گفت این خانم
مدعی شده بود که فقط 1 دقیقه طنابو دور گردن مقتول انداخته. اما همین زمانم کافیه برای به قتل رسوندن یه آدم، حتی اگه اون فرد ورزشکار هم باشه، 1 دقیقه خفگی واسه مرگش میشه. بعد از شنیدن دفاعیات هر 2 نفر، اولیای دم مقتول درخواستشون رو تغییر دادن. اونا از محسن گذشت کردن و خواستار قصاص لیلا شدن. در نهایت دادگاه حکمش رو اعلام کرد. محسن به حبس و لیلا به اعدام محکوم شدن. این بود از پرونده این اپیزود. به نظرتون حق با کی بود؟ اگه این اپیزود رو دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید و برای حمایت کردن از من دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و نظر و ایداتون رو حتما توی کامنت برای من بنویسید. من سینا سیتکم با یه پرونده دیگه، یه ویدیوی دیگه. فعلا بدرود.